رویدن گل‌های بهاری پیامی است از آغاز احیای طبیعت که با دیدن گل‌های شکفته و نورسته فرح و شادمانی را در قلب هر پیر و برنا بیدار می‌سازد. دیدن و بویدن گل‌ها باشد دوای است برای خستگی جسم و تن. این همه را ساکنین ناحیه خراسان ولایت ختلان صباحت عزیز خوب درک کرده و گل‌های رنگارنگ را پرورش می‌کند. با این اقدامش او می‌خواهد به زیبایی گوشه منزلش تراوت دیگری بخشد. محبت او به گل و گلپروری است که این بانوی زیباپرست چی دو بیتی و رباعی را در سیاش گلها از بر نکرده است. اومد بهار از سری راه خار و خس بگیر، زین پس زی باغ عطر سحرگاه نفس بگیر، برگ سلام سبز به دستان کس بده، برگ سلام سبز از دستان کس بگیر. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دیگر باره جوان خواهد شد. نوروز مبارک باشد. کاریدن تخم گل ثواب است و ثواب، هر قطره روی گل ثواب است و ثواب، در خانه هر کسی نروید گل بخت، کاشانه عمر او خراب است و خراب. طبیعت همه اینها نوازش و مهربانی و پرورش رو دوست می‌دارند. در حقیقت هم من راسته در خانه 12 نمود گل صدبرگ هر رنگ دارم. از بهار سر کرده تا تیر ماه تا زمستان آنها نشو نما می‌دهند. بعد از این گل‌های لاله هر رنگه، گل‌های لاله رو پرورش می‌کنم. دیگر از این گل‌های خانگی هر نمود هستند و بعداً گل‌های هر نمود که اونها از فصل اول موسم بهار سر کرده تا آخر زمستان، نامش دکابری است که هست، برف میبارد و در تک برف و سرخ و سفید و لولگون از تک برف هم باشد سبزیده میستند. همین گونه گل‌ها رو دارم. همه این گل‌ها را خود صباحت پرورش میکند و نازکی‌های گل‌های موسمی را به خوبی آموخته است. نگاه‌بین و رنگارنگی گل‌هایش را این زن طبیعت دوست با کمال میل اجرا میکند. بعضی گل‌ها در خنکی تاب‌آور نیستند، در هوای سرد آنها را من بر داخل خانه می‌دارم و وقتی که بهار عالم افروز که آمدن آنها را باز به بیرون برآورده کمتر آنها را با نگاهبینی هر خیله و غذایی که در مغازه‌های مخصوص برای گلپروری هست از آنها خریداری می‌کنم و بعد از هر یک 10 روزه قطره قطره رو به آنها چکانده آنها باز از سر نو خودشان را به حس می‌کنند و به شکفتنها رواج می‌بخشند. صباحت خان خود گل هستند و زیبایی را دوست می‌دارند، گل را دوست می‌دارند. راستی گپ ما در ناحیه کدام نفری که می‌خواهد که در حولی خیش در نزد خانه خود گل پرورش کند به واسطه به خانه صباحت خان می‌رود و از صباحت خان مراجعت کرده تخم‌های گل‌های گوناگون را دسترس می‌کند و در حولی خیش پرورش می‌کند. در حقیقت صباحت خان زیبایی پرست است. یک زنی است که ما باوری داریم که در آینده در جمعیت باز همین خود را میگذارد. صباحت عزیز تنها به گلپروری مشغول نیست. او شناندن و نگاهبین درختان سویه‌افکن و میوه‌دهنده را نیز از شغل‌های دوست داشته خود می‌داند. با گفته او اگر کس دوستدار چنین شغل عجیب باشد میتواند با گل و درختان در گفتگو باشد. شنیدن چنین گفته‌های او برای ما عجیب بود، زیرا کس چگونه میتواند با درختان بی‌زبان همراز باشد. به غرض از گل‌ها من به شناندن درختان میوه‌دهنده و سایه افکن خیلی شغل دارم و در حقیقت هم با آنها نوازش کردن، با نگاه صحبت کردن، با دل با آنها صحبت کردن و هر کسی که همین به نهال پروری و گل پروری شغل دارد من گمان میکنم که با آنها حرف میزنن و آنها رو دوست میدارن و آنها حس میکنن که صاحبشان آنها رو دوست میدارد، آنها رو نگاه بین میکند، آمدن صاحبشان رو آنها نیز حس میکنن و به شکفتن ها شروع میکنن. شنیدن گل و درختان یکی از خصوصیت‌های نیک انسانی است که کس را با آبادانی بنیادکاری راهنمون می‌گرداند. میگوید صباحت و آن را در ادامه صحبت خود چنین شرح داد. اینقدر باغکاری، اینقدر درخت شنونی، اینقدر آبادکاری بخشیده به 25 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان هر یک فرد بیداردل رو، هر یک فرد وطن دوست رو امروز وادار میکند که وی برای شناندن گل و گلبوته، برای آباد کردن کوچه و محل خود ذره هم باشد در دیار خود بخشیده به چنین جشن‌های پرشکوه سهمگذار باشد. صباحت عزیز فصل بهار را زیاد دوست می‌دارد، زیرا هر فصل بهار برای او ایام شکفتن‌های و رستن‌های عالم نباتاتش است.
فصل بهار به نهایت زیبا است. مردم در این فصل با فرزندان، با خردسالان، پیر و برنا همه بدردیل می شوند، همه سرودخوانان به دشت و صحرا برای گلچینی می روند، سیر و گشت می روند. این زمین بس آبی باران می خورد، از زمین آب را نهالان می خورد. سبززاران در عمل باشد، از این سبزه را بس جمله حیوان می خورد. غلمی روید به دشت و کوهسار، آدمی از این زمین نان می خورد. آدمیت از زمین هر اون چی خورد، این زمین از آدمی جان می خورد. مقام بین‌المللی را کسب کردن نوروز برای مردم تاجیک بسا خوشحال کننده است، زیرا این اقدامات باعث معرفی هم ملت و هم سنت‌های نیکنیاگان در عرصه جهانی است. نظر دارد این بانو و در ادامه افزود: امروزها نه تنها در یک جمهوری یا که دو جمهوری نوروز را شناسند، الکی در تمام جهان این جشن پرشکوه رو، این نوروز عجم رو، این شکفتن‌های زندگی بدرشوی زمین رو در جامعه تمام جهان میشناسند و با تمام جون و دل این رو دستگیری نمودند و جشن میگیرند. وقتی که نوروز سر میشد، اومد بهار، وقتی که هوا گرم میشود، الکی تمام مردم برای تازه نمودن خانه و در خود و برآوردن کرپه و کرپچه های خود، برای شستشوی تمام و طبق و کاسه های خود از سر نو، برای سفید کردن و آباد کردن و باز هم از نوروز آغاز طبیعت که هست، همه بهر آبادی همین بهار عالم افروز خود مردم یک شوق و هوس زیاد کرده برای این چیزها بسیار کارها رو انجام میدهند و خصوصا برای که مردم از سرما به گرمی یک بار میگذرند و خورش ها آماده میسازند از علف های گوناگون و خوراک های ملی نیز به میل گندم کوک میگوییم، آش بریده میگوییم، سومنک و از هر گونه علف ها تیار نمودن مانتو و سمبوسه و توشبیره و دیگر از اینا تیار میکنند که تا که آنها خوابالود نشوند و باز هم شوق‌آور باشند، میل به دهقانی و به کشت و زراعت داشته باشند. صباحت عزیز ختم کرده فاکولته متماتیک فیزیک دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان میباشد. پس از ختم دانشگاه 18 سال چون آموزگار فعالیت کرد و حالا باشد مدیر بایگانی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان را بر ذمه دارد. نوشتن و اصول کردن شعر و ترانه را دوست می‌دارد و چکمه خامش در روزنامه‌ها روی چاپ آمدند. هر یک چیزی که می‌خواهم که به من خیلی پسند میاد، یک شعر یا که در روزنامه‌ها یا در مجله‌ها یا در کتابی که اگر خواهم وی رو اصول کردن، من حتما در وقت ایجاد کردن این سخن‌های بهترین، شعرهای بهترین، در وقت همین درون باغم کار کردن میگیرم و مصرع‌ها رو تکرار کردن میگیرم و این چیز تیز به کلای من داخل میشود. برای ایجاد نمودن اینها من در خانه باشم، در جای کار باشم، ایجاد کردن نمیتوانم، لیکن در وقتی کار کردن در درون باغم، در درون صحرا تیز از خود میکنم. در همین حالات من از خود میکنم و بسیار دوست دارم ایجاد نمودن شعر رو. صباحت در کدام ساحت، در کدام روند، در کدام رویه که وی فعالیت نکند، من باور دارم که به مقصد خود میرسد و از عهده همه نمود کار میبراید. ترانه‌های او در روزنامه‌ها به تب رسیدن، بیشتر ترانه‌های او در وصف مادر. مادری عزیز و مهربانم، چشمت بر هم نگران است، تو که از کار بیایم و در پهلویت نشینم مادر. وقتی که در پهلویت میشینم بهترین قصه ها را برایم نقل میکنی مادر. حقیق گیره آب چشمانت باران بهار را وانمود میشود مادر. مادر، در هر ارژنگ رویت صدها غصه را میبینم مادر. آخر چگونه میتوانم غصه را از دلت دور بسازم مادر؟ ای کاش در گهواره زرین تو را الله بگویم، تا که درد و غم از تو دور بیفتد مادر. ای کاش ترانه بهترین را وصفت بسرایم، تا که پیری و خستگی از تو دور بیفتد مادر. ای کاش در آغوش گلدسته های تر و تازه بگیرمت، تا که از تراوتشان لذت ببری مادر. ای کاش سرودخوانان در گردت چرخ بزنم، تا که خرسندیم را دیده تو را خرسند ببینم مادر. ای کاش در مهمانیت از مهمان نوازیم تو را راضی بگردانم،
تو که حضور و حلاوت فرزند تو را نصیب باشد مادر. ای مادری پیرم، ای مادری دعاگویم، ای مادری شب زنده دارم، دعایم کن دعایت مستجاب گردد. الها مادرها از ما فرزندا راضی باشند و دعای مادرها به هر یکی ما نصیب گردد. سباحت عزیز زیبایی را دوست می‌دارد و تلاشش بهر آن روانه گردیده است تا سهم خود در پیشرفت و آبادانی کشور گذارد. آینده نیز تصمیم اقدام‌های سازنده را می‌خواهد روی دست بگیرد، زیرا برای آبادی وطن مهم آن است که هر نفر سرسبزی را در گوشه منزل و محل خود آغاز کند.